سلام، روز بخیر بیننده عزیز. سرخط خبرها. امامعلی رحمان پس از یک هفته خاموشی در دانشکده زبانها سخنرانی کرد. ده‌ها اعتراضگر ضد سفربری به ارتش در روسیه بازداشت شدند. بیش از 30 مهاجر تاجیک را در روسیه به بازداشتگاه بردند و در پنجشیر والی نو انتخاب کردند. این و دیگر خبرها. امروز نظرخواهی 5 روزه ورود 4 ولایت قسماً اشغال شده اوکراین بر روسیه خاتمه می‌یابد. اوکراین، کشورهای غربی و سازمان ملل متحد این نظرخواهی را غیر قانونی عنوان کردند. رفراندوم ورود بر روسیه در مناطق اشغال شده ولایت لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپاروژه زمان دایر می‌شود که اوکراین بزرگترین مناقشه نظامی از دوره جنگ دوم جهانی را از سر می‌گذراند. کیف و شریکان غربیش تاکید کردند که هیچگاه نتیجه این چرابینی را اعتراف نخواهند کرد. اوکراین دعوت کرده است که 27 سپتامبر جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد این نظرخواهی را بررسی کند. پیش بینی می شود که در پایان آوازدهی وکیلان مردمی روسیه نتیجه آن را ارزیابی نموده همراه شوی این منطقه ها بر روسیه را تصویب می کنند. بعد امضای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشغال منطقه ها رسمی خواهد شد. شماره افراد بازداشت شده در اعتراضهای مخالفین سفربری جزئی به ارتش روسیه به 2,500 نفر نزدیک شده است. حتی طرفداران سرسپرده کرمل طرز پیشبرد این معرکه را زیر سوال گذاشتند. گروهی حامی حقوق بشر آویده اینفو که حبس‌های سیاسی در روسیه را پیگیری می‌کند نوشته است که 25 سپتامبر بیش از 2000 کس و 26 سپتامبر 141 نفر دیگر بازداشت شده است. سامانه کوکاز ریالی خبر می‌دهد که 25 سپتامبر در شهر مخچقله جمهوری داغستان مقامات گردی همایی مخالفین سفربری به ارتش را پراکنده کردند. هدف از اعلان سفربری جزئی و یا نسبی جبران نمودن خسارات است که ارتش روسیه در جریان تجاوز به خاک اوکراین برداشته است. با آغاز این معرکه هزارها نفر خاک روسیه را ترک کرده است و در گذرگاه‌های سرحدی نوبت طولانی دیده می شود. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخباری آزادی 3 ساعت پس تماشا کنید. بیش از 30 مهاجر تاجیک روز گذشته در نزد متروی نوسلابودسکای مسکو بازداشت شدند. مهاجران تاجیک با ارسال ویدیو به رادیو آزادی گفتند که پلیس سبب بازداشت را شرح نداده است و آنها را به دلیل نگه می‌دارند. با گذشت یک روز آنها هنوز رها نشدند. مهاجران گفتند که سندهای آنها درست است ولی حتی پلیس تاکنون سندهایشان را تفتیش نکرده است. پلیس محلی با سوالهای ما درباره بازداشت مهاجران پاسخ نداد. سبب بازداشت معلوم نیست. پیشتر مهاجران را برای تفتیش سندهایشان بازداشت می‌کردند. حالا در روسیه قانون سفربری نیروهای ذخیروی و ارتش امضا شده است و حربیان سابق را به خدمت دعوت می‌کنند. در این میان خبرهای نیز می‌رسد که مهاجران را با هر شیوهی به جنگ در اوکراین جلب می‌کنند. از این رو در چنین بازداشت‌ها مهاجران بیشتر از جلب شدن به جنگ در اوکراین می‌ترسند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان امروز 27 سپتامبر در دانشکده دولتی زبانها با آموزگاران صحبت کرده است. از روز 16 سپتامبر پس از جلسه سران سازمان همکاری‌های شانگهای پرزیدنت تاجیکستان در مظهر عام پیدا نشده بود. در شبکه‌های اجتماعی خبری بیماری او پیدا شد که مقامات آن را تصدیق نکردند. معلوم نیست که بیش از یک هفته پرزیدنت کشور در کجا بود. پس از مناقشه روزهای 14-17 سپتامبر در مرز فعالان به پرزیدنت پیشنهاد کرده بودند که به یاد قربانیان حادثه در مرز تاجیکستان با قرقیزستان روز ماتم ملی اعلان کند ولی تاکنون پرزیدنت در رابطه با این نظر خود را نگفته است. حالا به یک آگهی توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد برنامه سرخط رویدادها ساعت 16 به وقت دوشنبه و ساعت 14 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. در دوام 7 ماه سال 2022 حجم تجارت مال و محصولات میان تاجیکستان و قرقیزستان همگی 13 میلیون دلار را تشکیل داده
7 برابر کم به نظر می رسد. شدتیابی روابط میان دو همسایه نزدیکترین باعث ناچیز شدن داد و گرفت‌های تجارتی گردیده است. بیشتر از همه جبر این وضعیت را ساکنان دهات نزدی مرزی میکشند که در گذشته رابطه‌های تنگاتنگ اقتصادی و تجارتی داشتند. قرقیزستان از تاجیکستان محصولات نساجی پختگی، میوه و سبزیجات وارد و بر عوض به تاجیکستان سوزشواری، محصولات ساختمانی و دیگر مواد نیاز مردم صادر میکرد. از نظر شارحان اقتصادی برقرار شدن میزان و داد و گرفت‌های تجارتی بین دو همسایه در فرصت نزدیک ناممکن به نظر می رسد. مناقشه های مرزی بین همسایه ها شکل نیزای مسلحانه را کسب کرده، شمار قربانیان این حادثه ها از حساب ساکنان ملکی 10 نفر را تشکیل می دهد. روابط میان دو همسایه ظاهراً در بدترین وضع قرار دارد. طالبان برای ولایت پنجشیر افغانستان رئیس نو تعیین کردند. مقامات طالبان گفتند که مولانا محمد محسن هاشمی به کار در پنجشیر آغاز کرده است. در یک سال اخیر طالبان 3 بار شد که رهبری پنجشیر را عوض می‌کنند. ولایت پنجشیر مکان اصلی جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود است که سال باز با طالبان مبارزه می‌کند. در چند ماه اخیر خبر می‌رسد که طالبان در پنجشیر تلفات زیاد دادند. طالبان صدها ساکن پنجشیر را بازداشت و اذیت و شکنجه کردند. و نگاه به قرب اسعار، بانک ملی تاجیکستان برای 27 سپتامبر قرب 1000 روبل روسی را 168 سامانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 22 درم و 1 یورو را 9 سامانی و 87 درم مقرر کرده است. در بانک های تجارتی قرب می تواند فرق داشته باشد. سرخط خبرها با پایان رسید. بعد 3 ساعت دیگر و ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان با برنامه اخباری آزادی به خدمت شما برمیگردیم.